برا کی هست که درباره رتینول نشنیده باشه؟ ولی متاسفانه من از آدمایی هستم که وقتی رتینول زدم صورت من خیلی زیاد پوست ما آسیب پذیر کرد، چون برای من حتی ضعیف ترینش خیلی قوی بود. اما چند روز پیش از یک متخصص پوست شنیدم کسی که میخواد رویش آرام آرام در رتینول عادت بده، بهترین نشی است که از ازلیک اسید استفاده کنم. من نمیگم این بهترین در مارکت است، ولی این چیزی است که من دارم و کاری که من میکنم اون چند ماه شده. من میگم کاری را تا نتیجهش نبینم بر شما نمیگم. چند ماه شده که من در هفته 2 بار تا 3 بار ازلیک اسید در کل رویم استفاده میکنم. قبل از این مثلا اسپات تریتمنت میکردم، ولی آله از این در کل رویم خیلی کم، یک لایه نازک و مساوی و برابر در کل روی میزنم و صبحش حتما ضد آفتاب میزنم و حتما یک کرمی میزنم که لایه های پوست ما به خوبی محافظت کنم. امیدوار هستم که بتونم کم کم میره ادامه بدم که پسانتر بتونم برم یک رتینول بخرم، چون متاسفانه من نتونستم رتینول بزنم. خیلی زیاد تلاش کردم به هر رقمی که شما بگید، اما پوست من خیلی آسیب پذیرتر از این گپاست. تنها چیزی که از وقتی این را استفاده میکنید شاید احساس کنید که تا همون مدت اول رویتان خیلی بخار کشیده و من میگم بر چیز، به خاطری که داره صورتتان پرج میکنه، بیرون میریزه، هر چی که زیر جلدتان هست پاکسازی میشه و بیرون میریزه. پس خیلی نرمال است که حتی تا چند هفته اول شما بخار زیادتر بگیرید. او به خاطری است که داره رویتان رو پاکسازی میکنه. یک لایه خیلی نازک برای شروع در رویتان بزنید، از هفته 1 بار شروع کنید مثل من و میتونین اون رو تا هفته 2 بار آرام آرام، هفته 3 بار برسونین و بعد کم کم میتونین یک رتینول ضعیف بگیرین و استفاده کنیم و از فواید او هم استفاده کنیم. شما دارم 34 میشم و میخوایم کم کم از چیزای طبیعی استفاده کنم برای شادابی پوستم.